سلام به دوستان گل چنل DRPS. به کانال من خیلی خوش اومدید. لطفا قبل از همه چیز لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله چنل حتما فراموش نشه تا از ویدیوهای جدید من با خبر شید. خب رفقا، امروز اومدیم با باکسی که امروز یعنی دوشنبه اضافه شد. باکس مهاجما بود، توتی، استویچکو و یوان کرایوف. ببینیم که نقد و بررسیشون کنیم و ببینیم که ارزش استکی زدن داره یا نه. خب اول از همه چیز گیم رو باز میکنیم. آمارشون هم در تصمیمی دارم براتون، حتما مشاهده کنید. خب به گیم پلی میبار از یوهان کرایوف. اصلا چاقو بزنی گیم پلی در میاد. یوهان کرایوف 26 ساله، آژاکس، که اینجا سبک دیپلای فوروارده. آمارش هم خدایی خوبه، بد نیست. بوستراشون هم اینجاست. این هم از اسکیلایی که داره. توتی تو دنیای واقعی خوب بود، اما اینجا تو PS ما برعکسه، خرابه. اصلا گیم پلی نداره، واقعا پلیمکر هم هستش. این هم از آمارشونه، این هم از بوسترات، بوستر تکنیک، ناکشات، اسکیلشه. واقعا نه گیم پلی نداره. با استویچکوف این هم خیلی گیم پلی داره. استویچکوف با سبک گلپوچر آمار بدی نداره، ولی خب اجیلیتی، هدینگ و دیپینگ شات و آپوز فینیشینگ و همه رو داره. خب هایلایتاش، تو هایلایت ها این خیلی خوبه. این مارکوس ادواردز خیلی خوبه. خب فکر کنم کرایف 106 میشه، توتی فکر کنم 105، استیوشکو هم 104. توتی فعلا 104 دیدم من، 105 رو ندیدم اصلا. خب رفقا ببینید، اینجا یه دوراهی داره. توتی که وارد هر باکس میشه، باکس رو خب واقعا خراب میکنه. الان اسکی تخصصی توتی هم فنومال فینیشینگه، برای کرایف هم فنومال پاسه. واقعا اگه به دنبال کرایف هستید حتما بزنید، چون دیگه آژاکسشه. دیگه فکر نکنم آژاکس بیاد، اصلا هیچ نسخه آژاکسی نره کرایف. همین نسخه 26 سالش هستش. و اما توتی باکس رو خراب کرد دیگه، واقعا ارزش نداره این باکس. نمیدونم چی بگم، ولی کرایف این ور دیگه، استویچکو هم این وره. خب آقا بسته به خودتون داره، ولی این باکس حتما بزنید. این باکس رو حتما بزنید. خب به نظر من، اگه نظر منو میخواید، کرایوف برای این باکس نزنید واقعا، چون باکس بیارزشی دیگه. نزنید کرایوف، فقط کرایوفش خوبه. برای استویچکو هم نمیدونم چی بگم. استویچکو ما رو بگیم بد نیست، توتی اصلا خراب میکنه همه رو. شاید زدی توتی بهت داد، خواهی چیکار کنی؟ خب نزنید دیگه آقا. اینم از نظر من. ممنون به رفقا که تا اینجا ویدیو ما همراه بودن. حتما حمایت ها فراموش نشه. همتون دوست دارم. خدایا رو نگهدارتون.